سلام بچه، امروز اومدیم آموزش بدیم چگونه میتونیم توی ماینکرافت های خیلی کم حجم که خیلی هم حجمشون پایینه چگونه با دوستان خود چند نفره بازی کنیم. وارد این ماینکرافتی که اینجا نشون میدم میشیم و وقتی که وارد شدیم اینجا نقطه رو وصل میکنیم تا دوستمون به ما وصل شه. وقتی که وارد برنامه شدیم این گزینه رو میزنیم، همون پلی. اینجا میتونیم آموزش درست کردن مپ هم بهتون میدیم. اینجا روی این گزینه میزنیم و اینجا سه تا گزینه میاد. این یعنی همون جونی یا سروایول، این یعنی همون کریتیو یا همون غیر جونی. این هم که وارد خود بازی میشه. اینجا میتونی اسم مپ رو انتخاب کنید که من اسمی واسهش نمیذارم. حالا وارد مپ میشم و وامیستم که دوستم بیاد. ببینید که دوستم هم اومد، اینجا میبینیمش. خب حالا بریم من آموزش بدم چجوری موقعی که شما نقطه نیستید چجوری وصل شید. کات میکنم جو تا با هم دیگه کانکت شیم. موقعی که ما وارد ماینکرافتمون میشیم که دوستمون نقطه داده، اینجا یه گزینه جدید بالا میاد که مپ خودمون نیست. واردش میشیم و میبینیم که اینجا دوستمون اومده و با هم دیگه داریم بازی میکنیم. مپ ماینکرافت خوبیه ولی به خاطر حجم کمش گرافیکش هم خیلی بالا نیست. تا ویدیو بعد، فعلا خدا فیس.